با تو چی کار کنم؟ کندال ولش کن. من از دست تو چی کار کنم؟ چی کار کنم که سر عقل بیای زن؟ هنوز پشت سرم توجه ولش کن کندال. کافیه دیگه، کافیه. نه کافی نیست. بس دیگه. چه حقی دست منو گرفتی؟ فکر کردی کی هستی؟ ها؟ کندال خان گناه داره. چی رو نگاه میکنی نارین؟ به خواستت رسیدی نه؟ از حالا به بعد دیگه تقصیر من نیست. دهنتو ببند. تو هم گم شو، برو بیرون، بعدم به حسابت میرسم. یالا. بارانم اومد. حالا چطوره همه چی صاف و پوسکنده بگیم؟ چطوره نارین؟ زن میکشمت، میفهمیم؟ میکشمت. ولش کن. چی از جونش میخوای؟ گفتم ولش کن. آخ زنی که شهری، همه اینا زیر سرت توه مگه نه؟ تو کی میخوای بفهمی که نباید تو کار من دخالت کنی؟ تو اینو قایم کردی آره؟ تموم شد نارین؟ تموم شد؟ نظرت چیه؟ ها مادر؟ حالا دیگه منو میندازی بیرون آره؟ برادرم هم فردا پس فردا میان میکشنم. همه چی تموم میشه آره؟ خیلی خوب پس تمومش میکنیم. زود باش نارین. مگه بهت نگفتم با مرگ عجین شدم؟ دیگه تقصیر من نیست نارین. یادت همیشه بهم میگفتی هر جا باشم طوفان میشه؟ خیلی خوب حالا طوفان میشه. جلوی فاجعه رو نمیگیره. این دروغ تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟ ها؟ من میرم. برادرام هم میان و منو میکشن. ولی موقع رفتن ساکت نمیمونم ناری، ساکت نمیمونم. عزلم اگه ساکت نمونی احتیاجی به برادرات نیست، خودم میکشمت، میفهمی؟
کندال من چی دارم که از دست بدم؟ اما بس دیگه. باران تو دخالت نکن، هیچ کس دخالت نکنه. یعنی چی هیچ کس دخالت نکنه؟ تو میخوای اونو جلوی چشممون کتک بزنی و ما هم تماشا کنیم؟ آره؟ زن داداش خیلی حرفا هست که باید بهت بگم. بسه دیگه کندال، بسه. عضلم تازه از بیمارستان مرخص شده، تو یه ذره‌ام از خدا نمیترسی؟ خجالت نمیکشی ها؟ حرف بزن ببینم. ولی میدونی بعدش چی میشه عضلم خانم؟ میدونی چی میشه؟ ها؟ میدونی؟ بسه دیگه داداش، بسه. گفتم داداشمی ساکت موندم ولی این اجازه رو بهت نمیدم. آقا سلمان، آقا جمال و من تو رو یاد چی میندازیم داداش؟ تویی که باید ساکت بشی نه اون. فهمیدی؟ پاشو بریم زن داداش. دخترم خواهش میکنم در رو باز کن. بیا با هم حرف بزنیم. داداش خیلی لجبازه. داداش همش تقصیر منه. من نباید به دنیز میگفتم. بس دیگه سردار، فراموشش کن. داداش میگی فراموش کن، ولی اگه اونجوری نمیفهمید شاید همچین عکس العملی نشون نمیداد. بذار یه چند روزی به حال خودش بشه. دنیز دخترم لطفاً در رو باز کن. قول میدم همه چی رو برای توضیح بدم ولی باید در رو باز کنی. درسته حق با توه، ولی باور کن اشتباه متوجه شدی. اجازه بده برای توضیح بدم دخترم، خواهش میکنم. اولا به من نگو دخترم، بعدش هم چی رو میخوای توضیح بدی؟ میتونی بابت تمام کاری که کردی حساب پس بدی؟ یعنی اینقدر به بهونه‌هایی که پشتشون قایم شدی اطمینان داری؟ میتونی بابت کاری که با مامانم کردی حساب پس بدی؟ میتونی بابت شبایی که بی صدا گریه میکرد حساب پس بدی؟ برای اینکه با دشمنش هم همه چیو میریختی و خودش حتی صداش هم در نمیومد، از هزار تا دردش فقط یکیشو بهم میگفت. خودت هم اینو خوب میدونی که مامان به خاطر بی‌مسئولیتی و بی‌عاطفگی تو مرد. اول کدوم کاری تو میخوای توجیه بکنی؟ چی شد؟ آره دنیز خیلی بی‌ادبه مگه نه؟ بدون دعوت پا میشه میاد، تازه تو زندگیتم دخالت میکنه، بازخواستتم میکنه. به چه حقی؟ ببخشید ولی من اینطوریم. آخه پدر بالا سرم نبوده، به خاطر همینه. دنیز داداش بذار من باش حرف بزنم. این رفتار اون اصلا طبیعی نیست. موضوع دیگه ای هم هست که ما خبر نداریم. این همه خشم و عصبانیت برای چیه؟ به خواهرم زنگ زدم، چند بار زنگ زدم ولی جواب نداد. یعنی قضیه چیه؟ اگه چیزی باشه حتما میفهمیم. تو صبر داشته باش، من خودم باش حرف میزنم. مامان حالت خوبه؟ خوبم پسرم، خوبم. عجیبه، از ملک بعید بود. معنی این کارا چیه کندال؟ عضلم چی میخواست بهم بگه؟ اون هیچی نمیخواد بگه ولی
تو باید به هم بگی چرا هنوزم تو کارای من فضولی میکنی؟ اصلا تو چه حقی داری؟ من میگم اجازه نداره بیاد اینجا، اون وقت تو توی اتاقت قایمش میکنی؟ چی کار میکردم؟ میذاشتم آواره کوچه و خیابون بشه و برادراش بکشنش؟ شماها هم دست اونین. ببینم تو این خونه حرف آخر رو کی میزنه ها؟ عزلم از یه طرف، ملک از یه طرف، حتی امینه. میبینین مادر؟ همه تون شبیه این زن شهری شدین. دیگه حرمت مرد این خونه از بین رفته، در حالی که احترام گذاشتن به مرد خونه و نگه داشتن حرمت کسی که نون آور خونه است و من از خود شما یاد گرفتم، مگه نه مادر؟ حالا همه تون اینجا وایستادین ندونسته و نشنیده بدون در نظر گرفتن حق و ناحق گناهکار و بیگناه متهمم میکنین. میبینین مادر؟ مگه کندال چی کار کرد؟ آره عزلم و کتک زدم، ولی چرا؟ میخواین شما بگین مادر؟ نارین تو چی میخوای به همه بگی کندال چی کار کرده؟ غیر از این که مثل یه نوکر کار کرده چی کار کرده؟ از وقتی دست چپ و راستش رو شناخته سر زمینا تو کارخونه، غیر از این که کار کنه چی کار کرده؟ به خاطر خانواده‌اش، مادرش، خواهرش، خانواده شاموردی، برای اینکه گرسنگی رو نداری نکشن و تو زندگیشون هیچ کم و کسری نداشته باشن، غیر از این که مثل یه نوکر کار کنه چی کار کرده؟ جواب بدین. البته اگه جوابی دارین که بدین، ولی نه. کندال این کارو نکن، کندال اون کارو نکن. تو چرا انقدر بدی کندال؟ چرا شبیه برادرت نشدی؟ چرا از اخلاق و رفتارهای خوب مراد نصیبی نبردی؟ ببین ما مرادو چقدر دوست داریم و دلتنگش میشیم، ولی وقتی تو رو میبینیم حالمون به هم میخوره. وقتی دهنتو باز میکنی قلبمون میاد توی دهنمون. خدا بیامرز مرادو، همیشه عزیز دردونه بود، مگه نه مادر؟ تو بگو زن شهری، کندال یا مراد؟ مگه کندال چی میخواست؟ از زمینه یه پسر میخواست، بقیه‌اش هم که میدونین. بعد عزلم، بعدش هم سیبل. جواب بده زن شهری. وقتی فهمیدم سیبل حامل است، اگه اونو میبردم یه جای دیگه و پسرم اونجا به دنیا میآورد و بعد از 20 سال یه روزی عزلم یا امینه اتفاقی میفهمیدن کندال یه پسر داره که ازش بیخبر بودن، اون موقع آدم خوبی میشدم؟ جواب بده. یه دچار یه بیماری لاعلاج میشدم و یه دفعه میمردم؟ پشت سرم گریه میکردین؟ تو ازم پرسیدی کی واقعا پشت سرت اشک میریزه، یادته؟ عزلم امکان نداره. به این فکر میکرد چجوری با دمش گردو بشکنه. امینه حتما میگفت حقش بود. ملک مطمئنم میگفت آه رجب گریبونشو گرفته. دیگه کی میمونه؟ شما مادر. ولی نه، اصلا فکرشم نمی کنم. میگفتی گریه کردن پشت سر پسری که از قنداق براش کفن دوختی چه معنی داره؟ آدمی شدم که غیر از بدی هیچ کاری نمی کنه. وقتی کارت مخفیانه و با دروغ و دغل باشه خیلی با ارزش میشی، عزیز دردونه میشی، مگه نه؟ چی شد؟ چرا ساکتی؟ ها؟ زن داداش حالت خوبه؟
زخمت خیلی درد میکنه؟ ملک ولش کن. من خیلی وقت پیش طوری زخمی شدم که این درد پیشش هیچی. زخم دلم هنوز مثل روز اولشه. هر بار که سیبلو میبینم یاد بچه‌ای میافتم که نتونستم تو بغل بگیرم. دخترم یه بار مرد، ولی من هر بار که یاد اون میافتم میمیرم. بعد از دخترم دیگه هیچی نمیتونه جاشو برام پر کنه. هیچی ملک. تو چت شده کندال؟ حتی فرصت نمیدی داغمونو فراموش کنیم. من تازه پسرمو به خاک سپردم. هر نفسی که میکشم و یا هر لقمه غذایی که میخورم برام زهره. شبا تا صبح نمیتونم بخوابم. دلم داره آتیش میگیره. خدا داغ فرزندو به هیچکی نشون نده. ولی من ساکت میمونم. دردمو به زبون نمیارم. اون وقت تو فکر میکنی تموم شد؟ آره؟ نه تموم نشده کندال. تمومم نمیشه. اگه بخوام یه روزی بخندم میگن چه زود پسرشو فراموش کرده. داره میخنده. خیلی وقت لبخند با هم غریبه شده. دیگه دارم لبخند زدن و فراموش میکنم، ولی صدام در نیومد. تو هم مثل من هیچی نگو کندال. به خاطر خدا ساکت بمون. ببین من چطوری ساکت موندم. ازت انتظار ندارم مرهم به زخمم بشی، نه از تو نه از هیچ کس دیگه ای. حداقل نمک رو زخمم نپاش. به اندازه کافی قصه داریم، تو بیشترش نکن. تا خدا نخواد مصیبتی سر بنده نمیاد. تا بنده خودشو گم نکنه خدا مصیبتی سرش نمیاره. خودتو گم نکن کندال. گناه نکن. بسه دیگه، بسه. خوب شد تو بیرون بودی. آقا کندال عضلمو طوری کتک زد که دلم براش سوخت. آیشه تو چت شده؟ از وقتی اومدی یک کلمم حرف نزدی. آیشه خب یه چیزی بگو. چیزی نیست. چیزی نیست؟ پس چرا اخمات تو همه؟ شاید به خاطر اینه که نمیخوام بهت بگم. شاید به خاطر اینه که خسته شدم. شاید نمیخوام کسی تو کارم دخالت کنه. عزیزم لطفاً بهم بگو. بازم با باران دعوا کردی؟ نه چیزی نیست خواهر. یعنی چیز جدیدی نیست غیر از اتفاقایی که تو باعث شدی و من میخوام فراموشش کنم. زن داداش ببین چی میگم. بگو ملک. بیشتر از این داداشمو عصبانی نکن. خودت که میدونی چه کارایی ازش برمیاد. دختر تو هم عجب آتیش پاره‌ای بودی. اون ملکی که فکر میکردم ساکت و آرومه با چه شجاعتی تو روی کندال وایستاد. فقط نفهمیدم چی بهش گفتی که کندال آروم شد. کاری بهش نداشته باش. کاری به اون نداشته باشم اینو ولش کنم. ببینم ملک، تو همه چیو میدونی مگه نه؟ میدونی؟ آره داداشم تعریف کرد.
فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. به هر حال هرچی نباشه تو هم یه شاموردی هستی. اخلاق اونا رو به ارث بردی ولی اصلاً بروز ندادی. پس میدونی باران پسر زنده داشت ابروه؟ آره؟ دختر این قضیه تو چی داری میگی زنده داشت؟ میگه میخواد برام توضیح بده. دنیز وایستا دیگه. چیه؟ چرا دست از سر من نمیذارین؟ راحت هم بذارین. ببین خانم کوچولو، درسته که الان قیافه آدمای حق به جانب گرفتی، ولی اول تو گوش میدی بعد من. حالا بیا بریم یه جا بشینیم صحبت کنیم. که چی بشه؟ که چی بشه؟ خب عموت اینجوری میخواد دنیز خانم. نه بابا. چی شد؟ خوشت نیومد؟ بیا بریم. دنیز بس کن دیگه، را بیفت. یالا. اوف. مامان اینجا موندنمون بیفایده است. بیاین بریم، بذارین هر کاری میخوان بکنن. من هرچی عزلم و تحمل کردم بیشتر پر رو شد. من میخواستم اینطوری بشه؟ گفتم ساکت شد دیوونه شد، گفتم آروم بگیر بدتر شد. خب هرکی لایقشه سرش میاد. مامان بیاین بریم. به جای این حرفا جواب منو بده کندال. گفتم عزلم چی میخواست به من بگه؟ ها؟ از روزی که اومدم همتون دارین یه چیزی رو ازم مخفی میکنین. اون از نامه نارین، اون از حرفای عزلم که میگفت. با گناهت رو در رو شو. حالا که نیش و کنایه های تو کندال. تو چیو داری ازم مخفی میکنی؟ حداقل شما یه چیزی بگی. به مراد مربوط میشه. همه یه چیزی رو میدونن ولی میترسن به زبون بیارن. خواهش میکنم شما یه چیزی بگی. مادر بیاین بریم بالا. از چی میترسین؟ چرا ساکتی؟ چه انتظاری داری مامان؟ اینا دارن یه چیزی رو مخفی میکنن. تا که پرسیدی همشون فرار کردن. دیدی؟ از اینا هر کاری بگی برمیاد. مامان میان یا نه؟ چی شد؟ یه دفعه غیبتون زد. هر کاری گفتین کردیم. گفتیم منتظر بمونیم موندیم. مراد خانم که مرد، کندالم حسابی دیوونه شده، دستشو از روی گلوی عزلم بر نمیداره. چون شما گفتین منتظر باش منتظر موندم، وگرنه میدونم چی کار کنم. چی کار میکنی؟ چی کار میکنی قاسم؟ گوش کن، مراد مثل برادر من بود. من میدونستم میمیره ولی نمیتونستم باور کنم. یکم دیگه به زمان احتیاج دارم، فقط یکم دیگه. شما آره ولی من نه. از این به بعد کندال حسابی به هم گیر میده. من به خاطر جون خودم نمیترسم، میفهمین که؟ خود دنی، قضیه از اونی که فکر میکنی پیچیده تر میشه. بدون حساب کتاب کاری نکن، هنوز وقتش نرسیده. یکم دیگه باید صبر کنیم، باید منتظر بمونیم. من نمیدونم شما حساب چی رو میکنین آقا سلمان، ولی برام مهم نیست.
از این به بعد قاسم حرف اولو میزنه. هرچی خواستین مو به مو اجرا کردم، ولی حالا دیگه اوضاع عوض شده. منم یه حساب کتابایی دارم. زنده داشت، تو میدونی چی داری میگی؟ واقعا زده به سرت. باورم نمیشه چطور این داستانا رو تو مغزت سر هم میکنی. همچین چیزی غیر ممکنه. دیگه هیچ وقت این حرفو نزنی. پس نمیدونستی؟ تو واقعا متوجه نیستی چی داری میگی؟ اول میگفتی باران پسر کندال و نارینه، اون نشد، حالا نوبت ابروه. خودت گفتی، مگه نگفتی با داداشت حرف زدی؟ پس آقا مراد چی بهت گفت؟ تو چیو میدونی ملک؟ بگو دیگه. ملک برو بیرون، میخوام با عزلم حرف بزنم. انگار اصلا متوجه نیستی. میگم باید منتظر بمونیم. من به اندازه کافی منتظر موندم. تکلیف یه قتل هنوز روشن نشده. جریان رجب رو میگم. راستش موضوع رجب برای من اصلا مهم نیست. قبل از مردن رجب گفت یه چیزی میدونه که روزگار کندالو سیاه میکنه. نگو قضیه مراد خان بود. من بعداً فهمیدم. من به عنوان دست راست کندال از زندان اومدم بیرون. بعد شما پیداتون شد. همین که آزاد شدم بیخ گوشم سبز شدین. گفتین کندال و انتقام و پول و از این جور چیزا. منم گفتم خیالی نیست. منم میخواستم برم پی کار خودم. ولی قسمتو ببین. نگو چیزی که دنبالش بودم بیخ گوشم بود. اونم تو چه شرایطی. من دیگه به پول کندال فکر نمی کنم. پولی هم که قرار شما بهم بدین دیگه برام مهم نیست. حالا فقط میخوام کندالو به روز سیاه بشونم. دیدم دشمنمون یکیه. گفتم باشه، هرچی که گفتین قبول کردم. فقط آقا سلمان، من هیچ کاریو نصف کار ول نمی کنم. دیر بشه، عقب بیفته، اون کار باید تموم بشه. اوه، چشمم روشن آقا قاسم، چشمم روشن. اگه گزارشتو نذاشتم کف دست کندال خان، حالا میبینی. صبر کن. ابرو تو هم شروع کردی به پرسیدن. حالا که به اینجا رسیده فاجعه نزدیکه. فاجعه بدبختی من. ملک گفتم برو بیرون. من دیگه اون ملکی نیستم که هرچی میگفتم چشم. شما خواهر برادر بحثتونو بکنین، من میرم بیرون. هر دوتون خوب گوش کنین ببینین چی میگم. به خیال این که اینو میدونین اونو میدونین هوا براتون داشته، ولی منم که میشناسین، مگه نه؟ میشناسین یا نه؟ من سر از این کارهای آرتیستی شما در نیاوردم، ولی برام مهمم نیست. همونطوری که گفتم حالا دیگه قاسم حرف اولو میزنه. امیدوارم چوب لای چرخم نذارین، وگرنه مجبورم اون روی سگمو بهتون نشون بدم آقا سلمان. اون موقع برای شما هم اصلا خوب نمیشه. از دست این آدم ها هر کاری بگین برمیاد. مامان شما دیگه کی میخواین بفهمین؟ من به خاطر همین ناراحتم، خیلی راحت گول میخوریم. دیگه کی میخوای بفهمی مامان؟ نارین تو چی کار کردی خواهر؟ بیا کندال، بیا با گناهی که مرتکب شدی روبرو شو. همتون بیاین. امینه بیا بیرون، من مثل تو نمیشم. زود باشین بیاین اینجا. من همه چی میدونم.
میدونم ابرو جان، اگه اون نامه خودکشی نارین پیدا بشه قیامت به پا میشه. یعنی جدا کردن یه فرزند از مادرش دزدی محسوب نمیشه جناب قاضی؟ نه، بهترم صحبت نیمه کارمون رو تموم کنیم. کجا میرین؟ میرم پیش یکی که بهم توضیح بده اینجا چه خبره. لازم نکرده کاری به کار این آدمو نداشته باش. وقتی این همه سوال تو ذهنم هست چطوری میتونی همچین انتظاری ازم داشته باش؟ سوالای شما هیچ وقت تموم نمیشه. من دیگه تحمل ندارم. وقتی یه سوالی میپرسین بهتون جواب میدن نه. حقتونو میخواین میتونین بگیرین نه. روزگار مامان، روزگار بهتون احتیاج داره. ما بهتون احتیاج داریم. این آدم ها رو ول کنین، بذارین هر کاری دلشون میخواد بکنن. بیا آتا، گفتم بیا. باران آیشه چی میگه؟ میگه نمیخواد درس بخونه. از دست من عصبانیه. اشتباه برداشت کردی آیشه. چی رو اشتباه برداشت کردم باران؟ کدوم حرفتو درست متوجه نشدم؟ منت گذاشتن تو؟ دیگه موندم به کدوم سازت برقصم. آیشه نمیدونم بینتون چی گذشته ولی باران هیچ وقت بعد تو رو نمیخواد. من اینو مطمئنم. نه جدی؟ تو از کجا میدونی خواهر؟ این چه حرفیه؟ بیچاره به خاطر دانشگاه رفتن تو هر کاری از دستش برمی اومد کرد. کاش این کارو نمی کرد. حداقل اون موقع فکر نمی کرد حق داره دم به دقیقه سرم منت بذاره. آیشه چرا این کارو میکنی؟ چرا اینقدر اذیتش میکنی؟ باران بیشتر از من میخواد تو بری دانشگاه. اینقدر بی‌انصاف نباش. چرا مدام با من اینطوری رفتار میکنی؟ مگه نمیبینی چقدر دارم این درون در میزنم؟ میبینم. اتفاقا چیزایی که نباید ببینم هم میبینم مامان. دیدم چطور حتی به بابا نگاه هم نکردی. چطور یه روز قبلش میخواستی طلاق بگیری. دیدم. بی توجهیتون به روزگارم دیدم مامان. مایا نمیبینی چقدر تغییر کرده؟ همه اینا رو میبینم. از روزی که اومدیم اینجا آدمایی که اینجا رو ما رو هیچ وقت نخواستن ببینن. شما چرا نمیخواین ببینین مامان؟ چرا؟ آدا یادت نیست از روزی که اومدیم با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم کردیم؟ تو شاهد همه چی بودی. من تک و تنها در مقابله اون همه مشکلات وایسادم ولی چیزی نگفتم. هیچ وقت بهشون اهمیت ندادم چون گفتم بچه هم با همن. اصلا ببینم مگه من به غیر از شما کسی دیگه ایرم دارم؟ مگه من غیر از تو و روزگار و مایا کی رو دارم آدم؟ میدونی من قبلا یه دختر داشتم، یه دختر زیبا بد اخلاق و کله شق. یکم دیوونه بود ولی دوستم داشت و بهم اعتماد میکرد. اگه دیدیش بهش بگو مادر دلش برات تنگ شده. بگو دلش برای بغل کردن و نوازش موها و بوسیدن تنگ شده. به اون دخترم که خیانت باباشو فراموش کرد و انتظار داشت منم فراموش کنم بگو مادرت هر روز برات دعا میکنه تا دخترش هیچ وقت همچین خیانتی رو تو زندگیش تجربه نکنه. چون وقتی به یه زن خیانت میشه هر چقدرم از دست شوهرش عصبانی باشه ولی بازم بروی خودش نمیاره و تحمل میکنه. تمام اعتمادی که داره یه دفعه از بین میره. همه دور و بریاش میتونن گولش بزنن، فریبش بدن. عصبانی میشه، به هم میریزه، قهر میکنه، میخواد انتقام بگیره.
ولی اگه این کارو کسی باهاش بکنه که دیوونه وار عاشقشه، این یعنی اون درست قلبشو هدف گرفته. اعتمادی که به اون داره اعتماد به عشقشه، اعتمادی که به اون داره در واقع اعتماد به خودشه که از بین میره. ازش یه زن باقی میمونه که زیر آوار فریاد کمک سر میده، از بین اون آوار دستشو دراز میکنه به امید اینکه کسی دستشو بگیره. میخواد یکی واقعا از ته دل دستشو بگیره. آدم من خیلی سرنمه. دستمو میگیری؟ خیلی خوب، حالا وقتشه یکی یکی حساب پس بدی. بگو ببینم، این یارو قاسم برای چی دم به دقیقه دورو بر تو میچرخه ها؟ دزدیدنت از بیمارستان، خبر کردن ابرو، گرفتن دست من، بگو چه خبره ها؟ نمیدونم، شاید چون آدم با وجدانیه میخواست در مقابل ظلم و ستم تو ازم محافظت کنه. ها؟ منم همینو میگم. این آدم برای چی هوای تو رو داره؟ به بهونه دکتر با هم میرفتین آون تپه خوشگذرونی میکردین ها؟ هر چی میخوای به عزلم بگو داداش، ولی نمیتونی همچین تهمتی بهش بزنی. اگه الان راحت به این خونه میای میری فقط به خاطر گوش کن ملک، زبون در آوردی و حسابی هم دراز شده. از این سکوت و چشم پوشی های من سوء استفاده نکن، چون خواهرمی فعلا چیزی بهت نمیگم، اما اینو نگران نباش داداش. به لطف تو همونطور که زن داداش عزلم گفت شدیم رفیق مرگ، هم اون هم من. مگه تو نبودی که داشتی منو زنده زنده میسوزوندی؟ مادر میدونه نه؟ سکوت منم دلیل داره داداش، ولی این سکوت به خاطر دلسوزیم نیست، اینو یادت باشه. اتفاقات زیادی افتاد، همشونم پشت سر هم، دیگه صبر همه لبریز شده. مادر انقدر به این چیزا فکر نکنین. امینه برو یه لیوان آب برام بیار، عزلمم صدا کن، میخوام باهاش حرف بزنم. مادر میبینین داره چه اتفاقی میفته؟ چطور جلوی اینا رو بگیریم؟ این رفتاره عزلم ابرو رو حسابی مشکوک کرده، اونم پشت سر هم سوال میپرسه. چی کار کنیم؟ مادر تو رو خدا یه چیزی بگین چی کار کنیم؟ آخرش چی میشه؟ حالا که کندال ساکت شده عزلم شروع کرده، عزلم ساکت میشه داداش فراتم شروع میکنه. میدونین مراد قبل از مرگش چی بهم گفت؟ گفت حالا باورم شد، تو دیگه واقعا یه مادر شدی نارین. اگه میخواست بگه خود مراد بهش میگفت. بعد من ابرو رفت تو اتاق پیش مراد، اون همه مدت پیشش موند. نمیتونست بهش بگه، میتونست ولی هیچی نگفت مادر. وقتی حتی مرادم خواسته این موضوع مخفی بمونه، پس نباید الان برملا بشه. نارین اگه مراد چیزی به ابرو نگفته به خاطر تو نبوده. میخوای باور کن میخوای نکن، ولی مراد فقط ابرو رو دوست داشت. وقتی ابرو فهمیدی یه هوو داره، اونم با یه پسر، بیچاره خیلی داغون شد. تو هم شاهد بودی. مراد صبح اومد، ابرو بعد از ظهر میخواست طلاق بگیره. دلیلش هم هوو و پسر هووش بود. مراد با این گناه رفت، چون نمیخواست تا ابد برای ابرو یادآور کسی باشه که پسرش رو ازش جدا کرده بود.
برای اینکه حداقل ذره ای از عشق مراد تو دل ابرو بمونه چیزی بهش نگفت. تو هم اینو میدونی؟ مادر شما چی میخواین بگین؟ میخوام حقیقتو بگم نارین، میخوام حقیقتو ببینی، حقیقتو. خیلی ممنونم امینه جان. عزلم، مادر باهات کار داره. باشه الان میام. همشون واسم قیافه میگیرن، همشون. ملک، هنوزم بهم نگفتی آقا مراد چی بهت گفته بود؟ تو از خیلی چیزا خبر داری. دختر به خودم مردم از کنجکاوی. من مطمئنم یه چیزای دیگه ای هم هست. حرف بزن دیگه. مادر باهات کار داره، برو دیگه. بالاخره که میفهمم. منو که میشناسی ملک، هر جور شده میفهمم. تو کجا بودی دخترم؟ یه جای دور، اینقدر دور که حتی خودمم نمیدونستم کجا. ولی اومدم. میبینید هر بار که سرتون داد میزدم از خودم متنفر میشدم. یادتونه گفتین وقتی دارین کسی رو سرزنش میکنین در واقع از خودتون ناراحتین. همینطوره. معذرت میخوام مامان، منو ببخش. خیلی خوب دخترم، خیلی دوست دارم. میدونی که میدونم. فکر میکنین اگه نمیدونستم اینقدر لوس بازی در میآوردم؟ آره میدونم مراد فقط ابرو رو دوست داشت. منم خیلی وقت با این حقیقت کنار اومدم مادر. ولی اینکه مراد موضوع بارانو نگفت فقط به خاطر ابرو نبود. مراد چون به فکر باران بود چیزی نگفت، چون میدونست باران توی لحظه چطور داغون میشه. مادر تو رو خدا یه چیزی بگید مادر. چرا تو این قضیه همه منو تنها میذارن؟ مادر با من کار داشتی؟ بشین دخترم بشین. نارین تو برو بیرون دخترم. مادر. نارین زود باش. امینه برو ببین آسم چی کار میکنه. اون همه داد و هوار شد، تفلک نترسیده باشه. فقط در مورد بچه ممکنه یه مشکلاتی پیش بیاد. بعد از چند تا آزمایش دقیق تر میتونیم نظر بدیم. اگه پسرتون آسم هم در نظر بگیریم، تا خدا نخواد مصیبتی سر بندش نمیاد. تا بندش خودشو گم نکنه خدا اونو دچار مصیبت نمیکنه. خودتو گم نکن که اندال مغرور نشو. بسه دیگه، بسه. آسم به خاطر ماشین
معذرت میخوام. مامانم شیشه‌شو شکست. درستش کردی؟ دیگه در موردش حرف نزن. حتی نمیخوام از تعمیرگاه درش بیارم. اصلا عمو هر کاری دوست داره باش بکنه. عمو جان یعنی بابات میدونه. گواهی نامه گرفتن کلی دردسر داره حسین. ابرو تو کجا میری؟ داری میری پیش داداش مگه نه؟ باز مامانت چی میگفت؟ پسرم چند دقیقه دیگه میریم، باید به کار زندگیمون برسیم. یالا زیاد معطل نکن. همش میریم سر این زمین و اون زمین. اگه حالیم بود بازم یه چیزی. بابا توضیح میده، منم فقط گوش میکنم. خب دیگه آسه من میرم بالا باشه؟ آدا چیزی شده؟ ولی یه چیزی هست که منو ناراحت میکنه. ای بابا مثلا چی؟ ولی اونا دارن یه چیزی از ما پنهون میکنن. میدونم که مربوط به بابا میشه. کاملا مطمئنم. تو چی کار میکنی؟ من پیش دنیزم. یکم ناراحته، دارم باش حرف میزنم. میشه بعداً زنگ بزنم؟ باشه. خدافظ. حتما باید بهش میگفتی؟ چطور؟ آخه واسه چی بهش گفتی دنیز ناراحته؟ اصلا خوشم نمیاد بقیه آدم ها از زندگیم سر در بیارن. دنیز من فکر میکنم تو دنبال بهونه ای. تازه آدا غریبه نیست، دوست دخترمه. ولی من نمیشناسمش. دنیز بس کن دیگه. اتفاقی افتاده آقا؟ نه چیزی نیست. حالت خوبه؟ خوبم ولی نگران به نظر میرسین آقا. نکنه دکتر در مورد بچه چیزی بهتون گفته؟ نه نگران نباش، تو استراحت کن. دکتر گفت زیاد به خودت فشار نیار. تو هم یکم بیشتر مراقب خواهرت باش. ببین عزلم، در این مورد فقط یه بار باهات حرف میزنم. از این به بعد نه دهنمو باز میکنم نه جلوی کارای کندالو میگیرم. وقتی با پای برهنه و یه پیرن پاره به این خونه اومدی تو رو مثل دختر خودم دونستم. بین تو و دخترم هیچ فرقی نذاشتم. حتی چندین بار جلوی کندال ازت پشتیبانی کردم. گفتم مادرش پیشش نیست براش مادری کنم. هر دومون بزرگترین داغی رو که برای یه زن میتونه پیش بیاد و تجربه کردیم، داغ از دست دادن فرزند. حالا نمیدونم تو چطور میتونی راضی بشی یه نفر دیگه همون داغو یه بار دیگه تجربه کنه. عزلمی که انقدر حمایتش کردم، زیر بالا پرش رو گرفتم و مثل دختر خودم میدونستمش، انقدر بیرحم نیست. یعنی نمیتونه باشه. من اجازه نمیدم کس دیگه ای تو این خونه دوباره این داغو تجربه کنه. حالا تو چی میدونی و چی نمیدونی اصلاً برام مهم نیست. اگه میخوای عضوی از این خانواده باشی، بهتره این موضوع رو فراموش کنی. وقتی از در این اتاق میری بیرون، هر چی میدونی و باید فراموش کنی و بری. متوجه شدی چی گفتم دخترم؟ باران رفت تو اتاقش، الان میاد. باشه جواب نده قاسم خان، جواب نده.
داداش تو رو خدا جواب بده دیگه، جواب بده. رضا، قاسم تو کارخونه است؟ نه آقا، بهش گفتم برو آدانا چکمونو وصول کن. آقا رفته با سلمان خان کیه، ماشینا رو کشیدن کنار هم، یه جوری با هم گرم صحبت شدن که نگو و نپرس. ولی نگران نباشید آقا رضا همه چی رو زیر نظر داره، حواسم بهشون هست. الو انگار قطع شد. پس داشتی با سلمان حرف میزدی آقا قاسم؟ حالا صبر کن، بعدا حرفای تو رو میشنون، اون وقت معلوم میشه به خاطر کاری که ازت خواستم بوده یا موضوع چیز دیگه ایه. زود باش پسرم، بریم، اینا جونمو به لبم رسوندن. الو، بله نارین. داداش 2 ساعتی زنگ میزنم، کجایی؟ چرا تلفنتو جواب نمیدی؟ تو کارگاه بودم، موبایلم تو خونه بود. چی شده؟ داداش ابرو شک کرده، میگه شما دارین یه چیزی رو از من پنهان میکنین. الانم از خونه زد بیرون. چی؟ آخه اون از کجا فهمیده؟ پسر خاله کندال عزلمو تو خونه پیدا کرد، ندیدی چه قیامتی به پا شده بود. عزلمم نتونست جلوی زبونش رو بگیره، همون موقع باران سر رسید، گفت من همه چی رو میگم. ابرو شک کرد. داداش تو رو خدا یه کاری بکن، یه حرفی بزن که ابرو دیگه دنبال این موضوع رو نگیره، خواهش میکنم داداش. خواهر، میدونستم یه روزی اینطوری میشه. من ساکت موندم، خاله ساکت موند، حتی کندالم ساکت موند، ولی عزلم داداش یعنی چی معلوم بود اینطوری میشه؟ نمیخوای هیچ کاری بکنی؟ تو هم میخوای من تنها بذاری؟ آره ابرو اومد، فعلا قطع میکنم. داداش تو رو خدا. جریان چیه فرات؟ منظورت چیه ابرو؟ میخوام بدونم چرا وقتی من اومدم گوشی رو قطع کردی فرات؟ نارین بهت زنگ زد درسته؟ زنگ زد بگه من دارم میام اینجا. فرات چرا اونا اینقدر از من میترسن؟ ابرو میشه لطفا آروم باشی؟ من خودم به نارین زنگ زده بودم. هر دومون میدونیم که اینطور نیست. فرات از روزی که اومدم اینجا مدام داره یه اتفاقایی میفته. مثلا چی؟ عزلم گهواره سیبل آتیش میزنه، میگه بیا با گناهت رو در رو شو، نامه نارین، حرفای کندال، همش داره اتفاقات عجیب غریب میفته. تو اون خونه یه خبره ای هست. فرات لطفاً بگو اونا چیو دارن ازم قایم میکنن. تنها کسی که مطمئنم بهم دروغ نمیگه تویی. ببین ابرو، اونا چیزیو ازت قایم نمیکنن. چرا نمیخوای باور کنی؟ خسته نشدی انقدر سوال پرسیدی؟ بار این گناه رو دوشم گذاشتی و رفتی مهدی خان. گفتی این راز تا ابدی راز باقی میمونه. حالا من چی کار کنم ها؟ چی کار کنم؟ دخترم تو هنوز حالت خوب نشده. از جات بلند نشو، برو استراحت کن. مامان کجا میری؟ میرم سر خاک بابات. منم باهاتون میام مامان. خیلی خوب، پس برو حاضر شو بریم. ببینم متوجه حرفام شدی دیگه نه؟ فهمیدم مادر، گفتین استراحت کن. خدایا از دست این. آسف، روزگار دلش تنگ شده، میشه باهاش بازی کنی؟ آره بازی کنن. آسم یادته همیشه باهاش بازی میکردی؟ روزگار دلش برات تنگ شده.
روزگار با هم کار کن تا یاد بگیرم قشنگتر بنویسم. بیا برو داداش. خدا خیرت بده، واقعا ازت ممنونم آدا. نارین کجا میری؟ باران هیچ وقت بعد تو رو نمیخواد، بهتره به خودت بیای. به خودم بیام؟ آره باشه، ولی برای اینکه به خودم بیام باید هرچی تو دلمه بریزم بیرون. تو هر چی میخوای بگو، باران هیچ وقت بعد تو رو نمیخواد. اصلا چی تو دلت هست؟ بریز بیرون. اصلا چرا از باران دفاع میکنی؟ موضوع فقط باران نیست، موضوع تویی خواهر. مگه من چی کارت کردم؟ میگی چی کار کردی؟ چیزیو که من نتونستم فراموش کنم فراموش کردی. بچه‌ای تو شکم تو میگم. آخه بچه‌ای تو شکمم چه ربطی به این موضوع داره؟ تو نمیدونی چه ربطی داره؟ موضوع چیه امینه؟ دارن با هم دعوا میکنن. بریم ببینیم؟ نه دخترم نه، بهتره ما دخالت نکنیم. بیا بریم. کجا میرین؟ میریم سر خاک بابام زن داداش. ببین آیشه، واضح حرفتو بزن ببینم چی میخوای بگی. باشه، ولی طاقت شنیدنشو داری؟ تو هم داری مثل اونا رفتار میکنی فراد. سوالیو پرسیدم که نباید میپرسیدم. ببین وقتی قضیه نارین و بارانو فهمیدم خیلی شوکه شدم. شوهرمو دوباره از دست دادم. دیگه بیشتر از این چی میتونه منو داغون کنه؟ حرف بزن، بگو چه ربطی به این بچه داره؟ آیشه مجبورم نکن حرفی بزنم که خودم هم نمیخوام. آیشه آیشه آیشه، حرف حسابت چیه؟ چرا اینقدر اذیتم میکنی؟ یعنی تا حالا نفهمیدی چرا ناراحتم؟ میدونی من که از مرگ مامان بابا خوشحال شدم خواهر. وقتی فهمیدم تو باردار شدی گفتم خوب شد مامان مرد و حال روز ما رو ندید. سعی کردم فراموش کنم، تلاش کردم، ولی هر بار یه اتفاقی افتاد و یادم انداخت. باران به خاطر اینکه با یه همکلاسیم حرف زدم کلی حرف بارم کرد. چرا؟ چون میدونه خواهر آیشه یه زنه. بگو آیشه، بگو خواهرم یه هرزه است. بگو دیگه. ها؟ سعی کردم فراموش کنم، به روی خودم نیارم، ولی نشد خواهر. چرا؟ به خاطر تو. اونا فقط برای پاک کردن گناهشون و آروم کردن وجدانشون دارن منو میفرستن دانشگاه. پول میدن تا کارا و گناهایی که کندار کرده رو پاک کنن. ما با چقدر پول پاک میشیم خواهر؟ آیشه، اگه وکیل بشم و به یه جایی برسم پاک میشی؟ یعنی درس خوندن من برای اینکه بدنام بودن خواهرم رو فراموش کنم کافیه؟ حرف حق جواب نداره. دیگه نمیتونم تحمل کنم، دیگه نمیتونم. نمیخوای چیزی بگی فراد؟ میخوای تو چشمام نگاه کنی و به هم دروغ بگی؟ چی تو رو اینقدر میترسونی؟ کندال؟
تو برو. نمیخوام تو کارخونه جایی باشه که تو پاتو نذاشته باشی. میخوام همه تو رو ببینن، تا اونا رو ببین. میخوام ازت حساب ببرن. بذار مثل سگ ازت بترسن، فهمیدی؟ ارباب بودن اینطوریه. برو پسرم. قاسم هنوز نیومده رضا؟ نه آقا، بهش زنگ زدم ولی تلفنش خاموشه. مامان کی این کارو کرده؟ آقا عثمان، بفرمایید قدریه خانم. اینجا چرا اینجوری شده؟ این کار کیه؟ یه خانومی اومده بود و همش داشت گریه و زاری میکرد. منم چیزی ازش نپرسیدم. وقتی که برگشتم دیدم اینجا به این حال و روز افتاده. اون زن کی بوده؟ چرا این کارو با قبر بابام کرده؟ نمیدونم، اولین بار بود که میدیدمش. خود دانی این قضیه از اونی که فکر میکنی پیچیده ترم میشه. بدون حساب کتاب هیچ کاری نکن. هنوز وقتش نرسیده. یک کم دیگه باید صبر کنی. هر چقدر میخواد طول بکشه من حساب کتاب خودمو میکنم. بقیه‌شم به من ربطی نداره. چی کار میکنی؟ تا کی میخوای اینطوری رفتار کنی؟ خیلی خوب دختر، درکت میکنم، ولی تو هم اینقدر دل باباتو نشکن. بهت که گفتم اون بابای من نیست. اون برای من یه آدم معمولیه. من دارم از سر اجبار پیشش زندگی میکنم. خیلی داری تون میری دختر خانم. هر چقدر میخوای عصبانی باش، دلخور باش، اصلا ازش متنفر باش، ولی نگو اون بابات نیست. چیه ناری؟ چرا انقدر با عجله اومدی اینجا؟ حالا فهمیدم که هر چیزی که هست به تو مربوط میشه ناری. اینطوری به برادرت نگاه نکن. نگران نباش، اونم چیزی به هم نمیگه. ولی دیگه کاملا مطمئن شدم که به خاطر خواهرش سکوت کرده. مامان، یعنی اون کیه میدونین؟ مامان، دنیز لجبازی نکن دیگه. حالا که اومدی اینجا بیا کلاسی چیزی ثبت نام کن. صبر کن ببینم اصلا کی گفته من اینجا میمونم؟ اوف دنیز مزخرف نگو. کجا میخوای بری؟ من میدونم کجا میخوام برم، فقط به یکم زمان نیاز دارم. کجا میخوای بری؟ خب برو درس بخون. الان میتونی بری دانشگاه. اوف عجب آدم گیری هستی یا. سلام بچه ها، از دور که نگاهتون میکردم گرم صحبت بودین. خوب شد اومدی. داشتم دنیز خانمو برای رفتن به کلاس کنکور راضی میکردم. من زیاد اینجا نمیمونم. پس میخوای چیکار کنی؟ برمیگردی ازمیر؟ محاله. خب پس میخوای صبح تا شب بشینی خونه و عزا بگیری؟ نه اتفاقا تو خونه میمونم و حال شما رو میگیرم. اوف خسته شدم. من دیگه میرم. بهتون خوش بگذره سردار. دنیز کجا داری میری؟ آدا تو رو خدا کمکم کن. نه داداشم نه من نمیتونیم از پس این دختره بر بیاییم. مشکلش چیه؟ میونش با داداشم خوب نیست. فکر میکنه داداشم اونو ترک کرده و رفته. فهمیدم. من میدونم چه جوری حلش کنم. باش حرف میزنم، نگران نباش.
الو سردار کجایی؟ دنیز چطوره؟ خوبه داداش، الان آدم اومد اینجا. دخترها حرفای هم دیگه رو خوب میفهمن، میدونی که. تو هم دیگه نگران نباش، بهت که گفتم به یکم زمان نیاز داره. بسیار خوب، بیادر نره منو بیخبر نداری. خیلی خوب، نمیخواد نگران باشی. خیالت راحت شد نارین؟ داداش من به خاطر تو سکوت کردم، به خاطر باران، ولی حالا با دروغ گفتنم ابرو رو از خودم رنجوندم، در حالی که اون مستحق همچین چیزی نیست. به خواستت رسیدی؟ حالم کار دارم. اگه با عجله خودتو رسوندی اینجا که ببینی بهش گفتم یا نگفتم، نگران نباش، بهش چیزی نگفتم. از اینجا برو. داداش خداحافظ نارین. آره پسر، آره. نمیدونستم حلفتی همچین دخترای خوشگلی داره. توریست پسر. خب ما هم توریستی، ولی توریست داخلی. بریم باهاشون آشنا بشیم. انگلیسی بلدی؟ بلدم ولی خیلی کم. پس بیا بریم. میخوای از اینجا بری؟ آره باور کن منم همینو میخوام. یعنی کاملا تو رو درک میکنه. فکر نمی کنم. Hello sweet girls. های پسر با انگلیسیم ترکوندم، قسم میخورم هرچی گفتم فهمید. مگه بهت نگفته بودم اینا توریستم؟ از کجا فرام؟ نه چیزه، یعنی where are you from؟ انگلند. این چی گفتی پسر؟ پرسیدم از خود انگلیس. ببین این مال منه، باش کاری نداشته باش. Nice very nice to my big smile. گوش کنین داداشای خوش تیپ پتومت. یالا همین الان راتونو بکشین و بریم. یالا زود باشین، معطل نکنین و برید پی کارتون. زبون ما رو وری گود بلدین. حالا یه چایی با هم میخوریم ترکی. نه ما فعلا داریم به یه چیزی بهتر از چایی فکر میکنیم. از مهمون نوازیتون خیلی ممنونیم. خداحافظ. میگم انگلیسی هم میگه از خود انگلیس. چایی میخوردیم ترکیه. ببینم اینجا چه خبره؟ خیلی وقت بود اینطوری نخندیده بودم. آره منم. میگم سردار بریم با هم یه چایی بخوریم، اونم ترکیه. ترکیه؟ آره. چیه ناری؟ چیزی میخوای بگی؟ یا دوباره میخوای داد و هوا رو بندازی؟ چی شد فرات؟ ابرو خواهش میکنم. یعنی چی فرات؟ یه سوال ازت میپرسم، نمیتونم جوابشو بگیرم؟ کاملا معلومه که موضوع به نارین مربوطه. بگذاریم، من بیشتر از این مزاحمت نمیشم. به اندازه کافی وقتتو گرفتم. فقط بدون که از این به بعد هیچ انتظاری ازت ندارم. به خاطر کارایی هم که تا امروز برام کردی ازت ممنونم. ابرو خیلی ممنونم فرات. سفارش‌های دیروز آمادن؟ داریم آماده میکنیم آقا. آماده میکنیم آقا. حل آقا. اینقدر اعصاب منو به هم نریزین، اینقدرم لفتش ندین.
بیا قاسم، بیا. تو کجا بودی؟ رفته بودم آدانا آقا. پس رفته بودی آدانا؟ بله، مگه چی شده؟ یکم باهات حرف دارم. راستش چند تا موضوع هست که بجوری ذهنمو مشغول کرده. چی شده؟ آقا سفارش‌های دیروزو پرسیدین، آمادشون کردم فرستادم برن. خیالتون راحت باشه. حل آقا. اینطور که معلومه اینجا آرامش نداریم. قاسم، بریم یه جای ساکت و بی سر صدا بشینیم، مفصل با هم دیگه حرف بزنیم. بریم. کارت زاره آقا قاسم. الان آقا از دونه دونه کارت حساب پس میگیره. تا حالا همچین چیزی ندیده بودم. تعریف کن ببینم جریان چیه؟ هیچی بابا، 2 تا خنگ فکر کرده بودن میتونن مخ ما رو بزنن. چی گفتی؟ میخواستم مخ شما رو بزنن؟ کی بودن؟ چرا به من نگفتی؟ خیلی خوب بابا. کدوم طرف رفتن؟ خودمون حلش کردیم. آروم باش، بگیر بشین. بیچاره ها سرشون رو انداختن پایین رفتن. یادت مایا یه مدت انگلیسی درس میداد؟ باید بهش بگم برای این بیچاره ها کلاس بذاره. مایا کی؟ خواهرمه. بذار ببینم الان کجاست. آدا موزشگاهی؟ میبینم که از روز اول درس خون شدی، دیگه کجا میخوای قبل؟ کاش تو هم میموندی. از روز اول شروع کردی. روز اول ما تو کافی شاپیم، من، سردار و دنیز. تو هم بیا. دنیز کی؟ برادرزاده سرداره. نه من نمیام، شما راحت بود. مایا وقتی میگم بیا بگو چشم. باید با دنیز آشنا بشی، خیلی دختر باحالیه. از وقتی اومدیم اینجا برای اولین بار با یکی مثل خودم آشنا شدم. خیلی خوب آدا، میام. ببین منو نپیچونی یا؟ گفتم که میام. منتظرتی. 2 تا بچه این؟ نه 3 تا. 4 تا. یعنی چی؟ داستانش طولانیه. البته کوتاهه، اینا کشش میدم. هر کی ندونه فکر میکنه میونتون با هم خیلی خوبه. بازم خدا رو شکر کن، از تنها بودن بهتره. نارین، میشه با هم حرف بزنیم؟ الان نه، باشه برای یه وقت دیگه. لطفاً. خیلی خوب باشه. مایا؟ بله استاد. روز اول چطور بود؟ بد نبود. آدا کجاست؟ اون رفت سر کلاس نیومد. یکم کار داشت. بگو فرار کرد. مایا به نظر میاد احتیاج داری با یه نفر حرف بزنی، درست نمیگم؟ اگه بخوای من بذاریم برای یه وقت دیگه، باید برم. خب چی میخواستی بهم بگی اوز؟ در مورد انگشتر حرفی نزدی؟ چون حرفی برای گفتن نیست. از دستم عصبانی شدی؟ یا اینکه ببین اوز، من کاری کردم که حتی اگه تو خوابم بود تعبیر خوبی نداشت. بهت گفتم دوستت دارم، چون تصور کردم تو زندگیم برای اولین بار
با یه نفر روبرو شدم که میتونه درکم کنه و کنارم باشه. یه آدم که قابل اعتماده، که میشه بهش تکیه کرد. مطمئن باش همینطوره، به من اعتماد کن. ولی اصلا اینطور نیست. اگه اینطوری چرا وقتی شنیدی مراد برگشته تصمیم گرفتی بذاری و بری؟ بگو ببینم. اگه من منتظر مراد بودم، دلتنگ مراد بودم، چرا باید بهت ابراز علاقه میکردم؟ ببین اوس، من اون دفتر رو بستم چون خودم بازش کرده بودم، خودم بستمش. چون با تو طعم دوست داشته شدن رو چشیدم. تو زندگی برای اولین بار حس کردم یه نفر واقعا منو دوست داره. از اینکه سالها عشق یک طرفه رو تجربه کردم خسته شدم. ولی تو هم میخواستی منو ترک کنی و بری. انتقالی تو خواستی، اونم بدون اینکه به من بگی. تو زندگیم آدمای زیادی هستن که همیشه نگرانم منو تنها بذارن و برن. خواهش میکنم تو هم یکی از اونا نباش. نارین، راستش اصلا قصد نداشتم اینا رو بهت بگم، ولی انگار بیشتر از همه از دست تو ناراحتم. خواهش میکنم منو ببخش. خب دیگه من باید برم. آسم، روزگار چی کار میکنی؟ مامان، روزگار به هم یاد داد چجوری بنویسم. مادر عزیزم، ببین. آفرین به شما، آفرین. این اسمش چی بود؟ عسل. این اسمش چی بود؟ خامه. خیره ایشالله. ابرو، همینه. به جز تو نمیتونم به کسی اعتماد کنم. در مورد کار تو رستوران از عکس العمل کندال و رفتارش با تو خبر دارم، ولی کندال دیگه برام مهم نیست، نگران نباش. امینه تا جایی که در توانش باشه پشت توی خیالت راحت باشه. خواستم بدونی منم تو این خونه به غیر از تو به کسی دیگه اعتماد ندارم، حتی به مادر. وقتی مشکلی پیش میاد کنار میکشه. فهمیدن اینا برام خیلی تلخ و عذاب آور بود. دیر فهمیدم ولی فهمیدم. ممنونم. نه، من از تو ممنونم. خب حالا میتونی بیا. معلومه که میام. آسم، روزگار، میخواییم بریم بیرون؟ نه مامان، ما درس میخونیم. آره. خیلی خوب، پس تا برمیگردم شلوغ نکنین باشه؟ تو نگران نباش، ما مواظب همدیگه هستیم. میدونم مواظبی. هیچ کس نمیتونه به این خوبی مواظب شما باشه. باران، عمو کجاست؟ رفت قاسم رو ادب کنه. آخه یکم سر گوشش می جنبید. تو بشین باران جان، میرم برات قهوه بیارم. باشه برو بیار. عمو کجایی؟ یه کاری با قاسم دارم میام. سرتو گرم کن. فعلا. باشه خدافظ. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. آیشه،
سیبل بفرما خواهر. بشین خواهر. سیبل حالت خوبه؟ خوبم خواهر، یکم درد دارم ولی میگذره. بعد از اینکه برادرای عزلم اومدن این مشکلات پیش اومد. مرتب دل درد میگیری. اتفاق بدی که نیفتاده؟ نه خواهر، چیزی نیست. دارم میرم پیش ابرو. چیزی لازم نداری؟ نه خواهر ممنون. اگه تو نبودی من چیکار میکردم؟ امینه جان کجا میری؟ پیش ابرو. باشه برو. چرا اومدیم اینجا؟ یادت رفت بگی آقا. آقا ببین قاسم، منو که میشناسی نه؟ به خاطر یه دشمنی یه شهر رو آتیش میزنم. از هیچ کی هم نمیترسم. بله میدونم آقا. آقا فکرم مدام درگیره. هر جور فکر میکنم سبک و سنگین میکنم نمیشه. یادت بهت گفته بودم جمال و سلیمان بود، اسمش چی بود؟ همش یادم میره. سلمان. سلمان. خب چی شد؟ تونستی ببینیشون؟ نه ندیدم. قاسم تو کارخونه است؟ نه آقا، بهش گفتم برو آدانا چکمونو وصول. آقا رفته با سلمان خان یکی ماشینا رو کشیدن کنار هم، یه جوری هم گرم صحبت شدن که نگو و نپرس. پس یعنی ندیدیم؟ نه ندیدم. پس این آدم ها چی شدن؟ یه دفعه پیداشون شد بعدم غیبشون زد؟ به نظر تو عجیب نیست؟ چرا عجیبه؟ قاسم، یه سوال دیگه ازت میپرسم. ابرو چی شده؟ حالت خوبه؟ نه خوب نیستم امینه. دارن یه چیزی ازم قایم میکنن. عزلم، کندان، نارین، حتی فراتم چیزی نمیگه. این که چیزی رو ازت قایم میکنن یا نمیکنن نمیدونم، ولی میتونی به من اعتماد کنی. کندال و نارین رو فراموش کن. به دور و برت نگاهی بنداز، ببین چه جوری شده. روز اولی که اومده بودی یادت میاد؟ آره. ببین به کجا رسوندیش. ولی هنوزم خیلی کار داری. عیبی نداره، انجام میدیم. ازت ممنونم. الان برای چی گفتی ممنونم؟ چون با وجود همه چی، حتی با وجود کندال، تصمیم گرفتی کنارم باشی و بهم قوت قلب بدی. چیزایی که ازت گرفته بودم و بهت پس دادم. بچه درس خونه خونوادمونم اومد. سلام مایا. دنیز، خیلی خوشبختم. منم همینطور. کاش یکم زودتر میومدی مایا.
آخه اینجا اتفاق خیلی جالبی افتاد. من میرم دستشویی. تو چرا دم به دقیقه میری دستشویی؟ نکنه اینم باید از تو اجازه بگیرم. به تو چه سردار؟ چه میدونم، گفتم شاید معده‌اش به هم ریخته باشه. تو دخالت نکنه ای بابا، به تو چه ربطی داره؟ مگه چیه؟ اوف سردار. بله داداش. تو کافی شاپ پارکین؟ آره. بیا ورودی پارک، منتظرتم. خیلی خوب باشه. من یه سر میرم پیش داداشم. اوضاع در چه حاله؟ خیلی خوبه داداش. اون آدا خیلی خوب با هم کنار اومدن. الان مایام اونجاست. بهت که گفتم دخترها زبون همدیگه رو بهتر میفهمن. من و تو نمیتونیم درک کنیم. خوبه، خیالم راحت شد. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ نه چیزی نیست. داداش ببین چی میگم. چطور دخترها رو برای شام دعوت کنیم؟ فضا هم گرم و صمیمی میشه. آخه خیلی خوب با هم کنار اومدن. آره فکر خوبیه. منم به ابو زنگ میزنم اجازه میگیرم. باشه. برم یکم خرید کنم. تو هم بهتره بری پیش دخترها. فعلا خداحافظ. خداحافظ. تو هم میدونی چه سرنوشتی در انتظارت نه؟ کمک! یکی کمک کنه. سیبل خانم، سیبل خانم، چی شده؟ روزگار چیزی نیست، سرش گیج رفته. تو برو، منم الان میرم. سیبل خانم، حقته به این روز بیافتی. آره حقته. عزلم، بیا کمک. عزلم، خیر باشه آقا. گفتم که از هم جدا میشیم. نامه درخواست طلاقه. آقا تو رو خدا این کارو نکن. مادر، من دارم پسردار میشم. این زن برام یه پسر به دنیا میاره.
حقشون همینه. اونو کندال دختر منو کشتن، این حقشونه. اوزلم بیا کمک. اوزلم نمک بخور دخترم. عزلم تشنشه، یه لیوان آب بهش بده. دلت نسوزه عزلم، وگرنه به روز سیاه میشینی. کی دلش برای تو سوخت؟ عزلم احمق. الان باز میافتی گردن من. آسمم که ساکت نمیمونه. بهشون میگه اینجا بود ولی کمک نکرد. عزلم بیا کمک. چی آسم؟ برای چی داد میزنی؟ سیبل افتاد، بیهوشه. ناموس برای خانواده ما از هر چیزی مهمتره. اینو که میدونی. میدونم. حلال زاده چه به موقعم زنگ زد. میخواستم از عزلم بگم. کیه؟ عزلمه؟ جواب بده ببین چی میخواد بگه. بفرمایین آبجی عزلم. آبجی؟ حتما کندال پیشته. بله پیشمه. بهش بگو زنش سیبیلیه داره میمیره یا بچهش داره به دنیا میاد. چی میگه؟ موضوع مهمیه؟ نمیدونم چی کار کنیم. به زمستونم چیزی نمونده. خدا بزرگه ابرو، نگران نباش. ما حرکتمونو بکنیم، بقیهش دست خداست. حقتون. میبخشی. بفرمایید سرهنگ اوست. ابرو خانوم ببخشید مزاحمتون شدم. نه خواهش میکنم، بفرمایید. چند دقیقه پیش با سردار حرف دنیز با همن میخوان شما خونه ما باشن. میبخشین دنیز کی؟ شرمنده یادم رفت بگم دخترم. که اینطور چشمتون روشن. ممنونم. منم زنگ زدم ازتون اجازه بگیرم. راستش میونم با دخترم اینطور که سردار میگفت اونا با هم دوست شدن. منو درک میکنی؟ البته که درک میکنه. باشه مشکلی نیست، میتونن بیان. ممنون. خداحافظ. خداحافظ. تندتر برو قاسم، تندتر برو. گفتم تندتر برو، تندتر. یالا کی میتونه باشه؟ آخه چرا همچین کاری کرده؟ اونم سر خاک بابام. ناری دخترم تو اینجا چی کار میکنی؟ تو خونه حوصلم سر رفته بود، گفتم یه هوایی بخورم. باشه ولی زیاد این طرفا نچرخ، بریم خونه. من یکم دیگم قدم میزنم بعد میام. مامان آبجی نارین چرا حالش گرفته است؟ نکنه زنداداش عزلم مزخرفاتشو به اونم گفته. عزلم چی گفته؟ چه میدونم مامان، زنداداش عزلمه دیگه. یه مزخرفاتی سر هم کرد که باران پسر ابروه. این همه اتفاق افتاد هنوزم سر عقل نیومده. هرچی باشه یه حرفایی رو میشه گفت، یه حرفایی رو هم نه.
دیگه واقعا شورشو در آورده. بازم برا خودش درد سر درست میکنه. سیبل خانم، من بهش کمک کردم. برا کنار ببینم. پسرم طوریش نشه. یالا قاسم زود باش بلندش کن. قاسم بالاخره عشق سابقته مگه نه؟ یالا قاسم زود باش. اون باران نیست؟ چرا خودشه؟ انگار حالش گرفته است. امینه من دلم نمیاد تنهاش بذارم. برم پیشش. خیلی خوب تو خونه میبینم. باشه خیلی ممنون. تر برو قاسم گاز بده. سیبل حالت خوبه؟ ها؟ طاقت بیار رسید. باران چیه؟ حالت خوبه؟ آره ولی حوصله حرف زدن ندارم. به خاطر آیشه است؟ حتما از دستت عصبانیه. الانم داری به این فکر میکنی که چی بهش گفتی که تا این حد از دستت عصبانیه؟ درسته؟ با آیشه حرف زدی؟ نه. ببین باران، گاهی مسائلی که به نظر مرد پیش پا افتاده است میتونه واسه خانوما خیلی مهم باشه. تو هم دیگه یواش یواش داری خانوما رو میشناسی. نمیخوام دل داریت بدم، حتی ممکنه بگم خدا به دادت برسه. ولی من واقعا کاری نکردم. آیشه خیلی دلخور شد. منظورم رو بد متوجه شد. آیشه رو که میشناسی خیلی لجبازه. این عادت ما خانوما هست، ولی چی کار کنیم دیگه؟ یکی از اینا تو خونه ما هم هست. آدا رو میگی؟ خدا قسمت نکنه. ولی بازم اگه احساس کنه پیششی و بهش بگی دوستش داری، یهو تبدیل به یه فرشته میشه. این مسائل دیگه دست شما مرداست. سیبل بیا رسیدیم. برای کار بیارین زود باشین. قاسم بیارش. خیلی خوب. آروم مراقب باش. آروم تر. قاسم آیش دختر ساکت. چه خبرته؟ چرا اینقدر داد میزنی؟ زود باش دختر، یه بار دیگه. یه دختر مثل ماه به دنیا آوردی. آیشه ایشالا خوشیومنه. آیشه یعنی چی خوشیومنه؟ صرف کندگیش تا ابد باهاته. ببینم چطور نمیذاری کسی بفهمه این بچه از اون قاسم کثافته. دخترم
دکتر کجاست؟ سیبل حالت خوبه؟ طاقت بیار پسرم. قضیه دانشگاه و پولش هم هست. هر اتفاقی هم بیفته کنارش باشو، دستشو بگیر. مثل گربه‌ای که تیغ تو پنجش رفته و میخوای کمکش کنی، میری پیشش، دستتو دراز میکنی، اونم چنگول میکشه. چنگول دیگه چیه؟ چنگ میندازه. یعنی اونم مثل گربه نمک نشناسه؟ نه، میدونی که منظورم اصلا این نبود. ببین باران، عایشه خیلی از این موضوع دلخوره. الان هر چی بهش بگی کم و بیش تقریبا همون عکس العملو نشون میده. هر دوشون تو زندگی خیلی سختی کشیدن. اتفاقات اخیر خیلی روش تاثیر گذاشته، ولی اگه یکم ملاحظه‌شو کنی مطمئن باش اونی که برنده میشه تویی. ممنونم. به هر حال یه روزی حقیقت روشن میشه. آسم، آسم چی شده؟ عزم تو بگو چی شده؟ ملک دخترم یه لیوان آب برام بیار، خیلی تشنمه. چشم مامان. بفرمایید، خوش اومدین. چه عموی با ادبی داری؟ آره، پس چی فکر کردی؟ داداش مهمونا اومدن. خوش اومدی. سلام. خوش اومدین، بفرمایید. خوش اومدی. داداش نگران نباش، همه چی رو به راهه. باشه، بیا تو آشپزخونه بهم کمک کن. چه میدونم همینه، افتاده بود رو زمین. به منم آسم گفت. زنگ زدم به کندال، با قاسم اومدن بردنش بیمارستان. فقط همینقدر میدونم. خیر باشه. اینجا چه خبره؟ سیبل حالش بد شده و بردنش بیمارستان. منو روزگار مشق نوشتی. ببینم چی نوشتی؟ مادر عزیزم، همیشه من مقصرم نه؟ چرا منو نگاه میکنین؟ تقصیر من چیه؟ خدا کنه اتفاقی براشون نیفته. آیشه بیا دخترم. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ خواهرم کجاست؟ خواهر. آیشه آروم باش، خواهر درد داشت بردنش بیمارستان. خواهر. آیشه صبر کن. پسرم باران، تو دیگه کجا میری؟
اینجوری میخواستن شماره‌شونو بدم. آره از این جور پسرا اینجا زیاد پیدا میشه. من هر باری که میخوام برم بیرون باید با این پسرا سر و کله بزنم. واقعا خیلی احمقم. به نظرت من عزیزامو ترک میکنم؟ چرا این حرفا رو میزنی داداش؟ هیچی. داداش بس کن دیگه. مطمئن باش همه چی درست میشه. اون آدا خیلی خوب تونستن با هم صمیمی بشن. به نظر من تو بیشتر از اون داری گیر میدی. راستی کارای آشپزخونه که تموم شد تو تشریف میبری بیرون. واسه چی؟ همین که گفتم. نمیخوام شرمنده ابرو خانوم بشم. تا آدا اینجاست تو میری بیرون. داداش این کارا یعنی چی؟ انقدر غر نزن. زود باش کاراتو تموم کن. ببین من دارم کم کم به عمود شک میکنم. چرا؟ یه دختر بدجوری گیر داده بهش. فکر نکنم. باور کن یکی هست که دائم بهش زنگ میزنه. ولکن نیست. از اون دختر یه کن است. تو نمیدونی کیه؟ نه چیزی به من نگفته ولی از زیر زبونش میکشم. باشه ببینیم کیه. الو مادر. چیکار کردی؟ سیبل چطوره؟ نمیدونم مادر نمیدونم. هیچی نمیگن. بردنش اتاق عمل. من بهتون خبر میدم. من بیرونم. آیشه وایستا. برو کنار. میخوام خواهرمو ببینم. برو کنار. صبر کن آیشه. خواهرت تو اتاق عمله. میخوای بری اونجا؟ شما دلتون نمیخواد پسر کندال زودتر تشریف بیاره؟ ایشالله میاد و این عربده های آقا کندالم تموم میشه. زن داداش اگه جلو زبونتو نگیری طلاقت میده ها. بس دیگه تمومش کنی. خب دیگه دیر وقته برین بخوابین. کندال خودش بالا سرشه. ایشالله فردا خبرای خوبی به همون میده. بفرمایید. قاسم خبری نشد؟ نمیدونم خانم. از وقتی اومدیم تو اتاق عملی هر کی تو میره بیرون نمیاد. حرفی هم نمیزنن. فعلا همینطوری منتظریم. خیلی خوب باشه. فقط اگه خبری شد به هم زنگ بزن. باشه حتما زنگ میزنم. ممنون. پسرم بگو چی شده؟ مامان سیبل خانم یه چیزی شد. بابام فکر کرد تقصیر منه ولی تقصیر من نبود. من کاری نکردم مامان. خسته شدم. خدایا خود جواب کارای کندالو بده. پس امروز با داداش آسمت مشق نوشتین؟ آره؟ آسم اینو خواست برای زنم و امینت بنویسی. درسته؟ بگو دیگه عزیزم. کاش یه نفرم برای من یه چیزی بنویسه. تو برای من می نویسی؟
میخوام برام بنویسی مادر عزیزم. منم اونو تو بغلم بگیرم وقتی تو مدرسه ای یا من بیرونم برش دارم و ببوسم و بوش کنم. برام مینویسی پسرم؟ آدم به کسی که دوستش داره اعتماد نمیکنه. کسی که بهش اعتماد میکنه دوست داره. کسی که مطمئنه میتونه بهش اعتماد کنه دوست داره. ما حاضریم برای اینکه اعتماد عزیزمون از ما سلب نشه خیلی چیزا رو تحمل کنیم. اتفاقات مختلفی میتونه ما رو خوشحال کنه. لحظات خوشیمون یه نقطه مشترک داره، احساس امنیت و آرامش. ما بیشتر از همه از عزیزامون دلگیر میشیم. دلیل دلگیر شدنمونم کم محبتی نیست، از بین رفتن اعتمادمونه. فقط همین. گاهی اوقات برای اینکه دلش نشکنه و برای اینکه درد نکشه همه چی رو به جونمون میخریم، به امید اینکه اعتمادشون از ما سلب نشه. دخترها بیاین سر میز. آشپزیتون حرف نداره. دستتون درد نکنه. امیدوارم خوشتون بیاد. طوری نیست بریم. گاهی اوقات برای به دست آوردن اعتماد عزیزمون سالها وقت میذاریم، ولی فقط یه لحظه کافیه تا همه چی از بین بره. یه جمله کافیه تا از دستش بدیم. قشنگ شده عزیزم. دستتون درد نکنه. همه چی عالی بود. نوش جونتون. نمیدونستم همچین دستپخت فوق‌العاده‌ای دارین. ممنونم. ما دیگه باید بریم. چند دقیقه دیگه هم بمونین. حوصله‌ام سر میره. ممکنه یه شب ازمون خسته بشیم اگه نه. بیا بریم مایا. من میرسونمتون. باشه. خدافظ. خدافظ. توه. تو باعث شدی این اتفاق بیفته. خدا لعنتت کنه لعنتی. گوش کن دختر، اعصابم به هم ریخته است. نذار سرتو خالی کنم.
دستتون درد نکنه، همه چی عالی بود. خواهش میکنم. مخصوصا کوفته ها حرف نداشتن. از کجا گرفتین؟ به کسی نگینا، خودم درست کردم. شبتون بخیر. خداحافظ. شب بخیر. خواهرم چطوره؟ صبر کن دختر. دکتر یه چیزی بگو، چند ساعته که رفتین اون تو؟ شما همسرشین؟ بله. وضعیت شکم خطرناکه، چاره جز زایمان پیش از موعد نیست. پسر خودمه، میدونه که باباش منتظرشه، اونم عجله داره. نگار متوجه حرفای من نشدین. خب درست و حسابی توضیح بده دکتر. موضوع اینه که باید هر چه زودتر عملش کنیم. ممکنه مادر یا بچه رو از دست بدیم. من پسرمو زنده میخوام دکتر. تو چی گفتی؟ اصلا میفهمی چی داری میگی؟ اون خواهر منه. اشغال بی همه چیز میکشمت. ولم کن بران. حرفای دکتر که شنیدی؟ اگه عمل نشه هر دوشون میمیرن. میگه چی کار کنی؟ خیلی فطرتی، خیلی آروم باشید. ولم کنی. لطفا خانم آروم باشید. خودتون کنترل کنید. لطفا با من بیاین. برید. آروم باش دختر. مطمئنم برای خواهرت اتفاقی نمیفته. بشین اینجا. سعی کن آروم باشی و خودتو کنترل کنی. میدونم از دستم عصبانی دلخوری، ولی اجازه بده کنارت باشم. لطفاً آروم باش آیشه. ما خواهرت سیبلو صحیح و سالم از اینجا میبری بیرون، بهت قول میدم. با گریه و ناراحتی که چیزی درست نمیشه، پس خواهش میکنم آروم باش. به هم اعتماد کن آیشه. اگه اتفاقی براش بیفته چی؟ هیچ اتفاقی براش نمیفته، مطمئن باش. اون زن قویه، مطمئنم از پسش برمیاد. تو هم به جای گریه براش دعا کن. تازه مگه خودت هم نمیگفتی اون زن قویه و از پس مشکلات به خوبی برمیاد؟ همش تقصیر منه. چرا تقصیر توی آیشه؟ باهاش دعوا کردم. اون خواهر بزرگترت آیشه. کوچیکترها بزرگترها رو ناراحت میکنن، ولی بزرگترها به روی خودشون نمیارن. ناراحت میشن ولی خیلی زود فراموش میکنن و میبخشن. بزرگترها اینطورین دیگه. آروم باش. انشالله تا صبح حالش بهتر میشه، نگران نباش. بعدش دوباره تو شروع میکنی به ناز کردن واسه من. برام ناز کن، با هم دعوا کن، ولی حالا بذار کنارت باشم عزیزم. قدری خانم صدای گریه بچه میاد، نمیشنوی؟
یه خانومی اومده بود و همش داشت گریه و زاری میکرد. منم چیزی ازش نپرسیدم. وقتی که برگشتم دیدم اینجا به این حال و روز افتاده. چی شد کندال؟ خودت میدونی.